قصر ملت که به خاطر نخستین سفر دولتی مهمان ولامقام ایدانا آراسته بود برگزار گردید. 16 январ маросими бошукӯҳи истиқболи президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пезишкиён дар майдони қасри миллат ки ба хотири нахустин сафари давлатии меҳмони воломақом идона ороста буд баргузор гардид. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пезишкиёнро самимона истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват намуданд. برای استقبال از بین اومده باش. جناب عالی پرزیدنتی جمهوری اسلامی ایران بتالیون قراول فخری با مناسبت تشریف دولتی شما به سرزمین جمهوری تاجیکستان صف آراسته شد. کماندیر بتالیون قراول فخری پادپالکونیک اشورزاده. سلام علیکم. رئیس مجلس ملی خوشبختم. خوشحالم از دیدار شما. رئیس مجلس نمایندگان مجلس. حال شما خوبه؟ نخست وزیر. خوشبختیم. رئیس دفتر رئیس جمهور. خوشبختم خانم. رئیس دفتر رئیس سلطان. سلام علیکم. وزیر اقتصاد. سلام علیکم.
محترم جناب عالی رئیس جمهوری اسلامی ایران شما را صمیمانه به خانه خودتان خیر آمدید. خیلی ممنونم. خیلی هم خوشحالم اینجا خدمت شما این. همکاری های ما خیلی در سطح بلند قرار دارد. ما از رفتی همکاری ها قرار نرسید. قریب پای 2-3 سال اخیر در همه سمت ها روش کردن. باوری کامل دارم که سفر امروزه شما امکانیت قوه نو در روابطی بلند سمت جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. سفر شما سفری مبارکباد است. خیلی ممنونم. شما خیلی متشکرم. من بسیار خوشحالم اینجا میام خدمت شما. احساس قربت هم نمی‌کنم. مثل کشور خودمونه. خیابوناش، ساختموناش، میدانهاش همش آشناست برای ما. تو کتابامون، تو مدرسه، درسامون همین اسمایی که شما رو خیابونا گذاشتید، رو میدونا گذاشتید جزء درسای ماست. میخونیم احساس میکنیم در حقیقت در ایرانیم. این خیلی برای من جالب و قشنگه، چون تو هیچ نقطه ای از دنیای چنین جایی رو ما دیگه سراغ نداریم. اختصاص هم مال شماست. خیلی خوشحالیم. این ارتباطات قطعاً میتونه خیلی قوی تر بشه، خیلی بهتر بشه. در تمام زمینه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی میتونیم اون روابط گذشته‌مون رو قوی‌تر و محکم‌تر و بیشتر بکنیم. به همدیگه هم میتونیم کمک بکنیم در توسعه و رشد و همه زمینه‌هایی که امکان پذیر. ما آماده ایم. خیلی هم خوشحالیم اینجا خدمت شما. سلامت باشید. سلامت باشید. شما را دعوت میکنیم که در جشن نوروز بیایید. ما برای همین هم روادید را از بین برداشتیم. جشن نوروز ما جشن خانوادگی نیست، جشن عمومی ملی است. همه خرسندی میکنن. 12 روز نیست، 1 ماه. 1 ماه. تمام گوشه کنار مملکت خرسندی. شما دید. بیننده های عزیز، شما را با دیگر خبرگزارش ها در نشرهای من بعد آشنا می سازیم. سلامت باشید.
مینای اسکندریه یکی از 7 معجزه دنیای قدیم زیاده 1.5 هزار سال باز مشهورترین